ما و شما در یک محفل سنتی اشتراک داریم. اصلا ولیمه، محفل ولیمه توی ازدواج فرزند این محفل سنتی است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تاکید کرده است اولین ولو بشاه، اگر هیچ رنگی نداشته باشی همین یک گوسپند بکشو ولیمه فرزند انجام بده. الحمدلله اهل این خاندان امروز به سنت دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم این محفل معرکه را برگزار کرده استودیان. خوشا به حال شد، خداوند برکت شد و پروردگار خواهرچه ما را بخت اقبال بده. اگر سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم این است که وقتی که فرزند غسل میکنیم نصیحتش کنیم، حتما نصیحت کنیم بچه‌ها. باور کنید همین وقتای اخیر مردم دیگه همین محفل نکاح میشه و وقتی ازدواج فرزندان میشه در تشویش تردد میغلطن. همین پرابلم ها زمان پیش اندک بود، بسیار کم بود، ولی به حد زیاد شده است. اکثر زندگی ها را میبینه که هم در سال اول علاقه پوش میخوره. علتش چیه؟ متاسفانه از همین سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم دور ماندن این امت، متاسفانه از پند نصیحت غافل فارغ ماندن پسرها و دخترها است. نمیدونن حق حقوقی را که خداوند در ذمه شو گذاشته است، حق حقوقی را که پیغمبر بیان کرده است متاسفانه رعایت نمیکنه، در حق همدیگر ظلم میکنه. اگر به خدا قسم به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم همین جوان و دختر زندگی کنند یقین است که انشالله زندگیشو زندگی شیرین و گوارا میگذره. یقین است که انشالله خدای تعالی فرزندای خوب و صالح براشون نصیب و روزی میگردونه. سبحان الله. مردی بود با نام معاویه ابن حیده قشیری نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اومد، گفت یا رسول الله ما تقول فی نسائنا، ای حبیبی الله، گفت در حق همین زنهای ما چی میگوی؟ اگه این معاویه تازه مسلمان بود، نه اسلام قبول کرده است. در زمان جاهلیت این زن اصلا یک کالا بود، یک تور بود، هیچ قدر نداشت، هیچ حق نداشت. گفت همین زنکو یکون حق دارن در ذمه بود؟ حضرت گفت بله، اطعموهن مما تاکلون، چیزی که میخوره برای زن و برای خانواده‌تون هم آماده میکنه. و اکسوهن مما تکتسون، خودت میخوای لباسی تازه و آزاده داشته باشی، برای خانواده‌ت هم لباسی تازه و آزاده و سنتی باید که آماده کنی. ولا تضربوهن، زنها را لتکوب نکنی. ولا تقبحوهن، زنها را دشنام و حقارت نتین. فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن فی المضاجع، اگر مبادا خوف برده که همین زنها گپ گردانی میکنه گوش نمیکنه، برای شما رخصت میتونه که یک چند روز همین را با شاری ها میگن که زیادی بد نشوه، 3 روز زیاد نشوه، جوگه خودتونه جوگه خوشه ترک کنی، میتونه که دورتر بستی. سبحان الله. یا ببینه حضرت نگفت است که بزنشو، نگفت است دشت و حقارت کنی، برعکس من کرده است امت را. و مردینه که زنک حقارت نکرد، زنک جرأت میکنه که حقارتش کنه. یک کس میگه که دوملا همین زنک میگه که در دهنت فلان، تو چیش میگوی؟ یوتری میگه اکو پروستاتک نمیخیزه بگه که در دهنت فلان، البته میگوی که پدرت فلان کرده. خیلی دختری بناموس باشه مجبوره اخی بگه که در دهنت فلان، چی بگه دیگه بیچاره؟ ای دعوادیت کردن در کار نیست توی درجه را. با خدا در محفل شدگی من تری سواسید گفتم همین خیلی من مردکم، تو مردکی او را زنکای. با خدا قسم زنوی هستن که قدر منزلشو ای هزار طوری مردک در پیش پروردگار بالاتر هستن. پیش خدای تعالی قیمت داره و قدر داره. حضرت شیخ عطار میگه در حق همین بی بی ربیعه ادویه، او نه یک زن بود بل 100 مرد بود، از قدم تا فرق عینی درد بود. او را میگه با چشم کم نگاه نکنه، بی بی ربیعه زنک بود، او 800 مرده که با غیرت بهیمت با ناموس بود. خیلی زنک بنده الله های در میان زنک ها اینقدر اولیاء الله زیاد هستند، زنایی هستند که بخدا قسم غیرت و همت شو ای مردک در خیلی بالاتر ای. تو را که حق داد است که دشنام حقارتش کنی؟ او را که بنده خدا بدست. سبحان الله.
حضرت شیخ سعدی میگه زنان رو به عذر معین که هست زی طاعت بدارن گهگاه دست. زنکا یا عذرک دارن، عذر طبیعی. وقتی که حالت حیض شو میشوه یا وقتی که فرزند تولد میکنن در نفاس قرار میگیرن، یک چند وقت از طاعت عبادت دورتر میشینن، نماز نمیخونن. اگر ماه شریف رمضان باشه روزه را میخورن، البته بعدتر بعد روزه را قضاش هم میدارن، اینه که نماز به همین ساقط میشوه. تو به عذر یک سنشینی چه زن روی کم زیزن لافی مردی مزن. اما تو خانه آباد عذر نداری، به عذر رنگی زنکو باری یک سمشینی، تو چه دعوای مردکی داری؟ تو لافی مردی نزن. زنانی که طاعت برغبت برن زی مردان اینو پرسو برترن. همین زنکایی که طاعت خدای تعالی را برغبت انجام میتن درجه و منزلت چو هزار مرتبه این مردای بی غیرت، بی همت، بی تقوا را بالاتر و بالاتر. اگر خدا و رسول تصور کنه که مرد نشنا معقورت نکنه، مرد لط کوب نکنه، مرد حقی زنک بشناسه، گشنه و تشنش نمونه، لچ برهنش نمونه، با جای خود تأمینش کنه، کدام زنک از زندگیش بیزار میشوه و مینت شنه و ینگه و کیلن خاک بلا میشوه خونه پدرش میروه نمیروه. یک کمبودی دیگر همی است که امروز دیگه متاسفانه مادرها، بیبی ها همون فونکسیایی را که ای نظر شریعت باید اجرا کنن نمیکنن، دخترها را نصیحت نمیکنن. آخر ریش سفیدو همش میدونن چه خیلی زندگی بدم دوره سویتی دارم، چی نصیحتو بود بچم سرک در خم بگی پگت خودت خشتومند میشه. امروز تو خشتومند تا احترام که پگه ای کیلنت احترام میبینی، ای فرزندت احترام میبینی. سری خم شمشیر نمیبره، ای گپو کجاشی دست دام خدا نیست همین تعلیمات. بچم شوهر وقتی دختر که شوهر کرد حقی شوهر از حقی پدر و مادرش بالا میشوه. تا زمانی که شوهری مسلمان ایتر از ریزو نشوه خدا اعتراضی نمیشوه. تو دام خدا همین نصیحت ها کجاشی دست. اگر باشه باور کنه این قدر خانه ویرانی و این قدر بیسر و سامانی نمیشوه دیگه در جامعه. افسوس که به دست خود میکنیم همی کارو را. انمی زندگی کردن طبق سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی از عنصراش همیه و عمل فی سنه. کسی که به سنت عمل میکنه، خوب در زندگیش در معاشرت و مناسبت با زوجش باشه و با حق همسایه باشه، خوب به مردم دیگر باشه، انشالله وعده پیغمبر محبوب صلی الله علیه و سلم این شخص جنتیه. و نهایت سوم درجه را حضرت بیان کرده است و امین الناس بوایق، یعنی کسی که ظالم نیست، کسی که مردم از ظلم جوری اون ناله نمیکنن، از دستش فیغا نمیکشن. الله اکبر. افسوس صد افسوس که دیگه اون زمانه گذشت که همسایه نزدیک خیش تباری دور بهتره میگفتن. دیگه همسایه به همسایه سگ پشک. با دورهای پیش اونم دورهای شوروی در هم قانون سخت بود، بسیاری همی رزبارو را خچو حل میکردن، حاضر اندک کرده در سود پروکراتورا مراجعت میکنن، کشکش سودی و پروکراتورا. آخه با همسایه بعدا با ممکن که با آشتی کنی نه که دیگه اون معامله و اون محبت پیشینه را برقرار کردن نمیشوه. چون رشته گس است میتوان بست، لیکن به میان گره بماند. رشته کندگی را ای سر بو میگیری حفش میکنی، نه که هم هر وقتی که دست آوردی هم گریهک دتای چلیکت میویا. هی امی خونه آباد یا وقت دیل ما آزار داده بود، دیل ما آزار داده بود همون خیلی اوکی. و خدا قسم همین روز یک از زنگ زد، یک آدم خوب گفت هم دو درچه بیاده سخنی قبیح هم گفت، سخنای بیزیب هم گفت، من در حقش خدمت کردم گفت، هم دو در گفت سخنای قبیح گفت. خیلی که امروز شاید پشیمون هم شیده باشه دیگه، میویا خونه میویا مقصد که قطیش سلام علیک هستی معامله دارم، نه که همین دیلم سیاهی همون آدم قطعی نمیخواهم در یه جا بشینم، میل محبت ندارم به همون آدم. اینا بی همون چیزا میمونه. آخی زخمی شمشیر میروه، زخمی زمان میمونه. ولی سعی کردن در کار که مردم آزار نباشن. مردی هسته که حق همسایه ها از او امین باشن
المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان حقیقی شخصی را میگن که دیگر مسلمان ها از دست زبانی او آزار نبینند. و امین الناس بوایق، مردک خوب باشه، صالح باشه، خدا ترس باشه، سعی کنه که به مردم زیان و ضررش نرسه، آخه انشالله این آدم جنتیه. در حق یک حیوان وقت شخص خیر نیکی و احسان میکنه، خداوند همین را با رحمتش گرفتار میکنه، همین را فراموش نمیکنه، همین کارش چی برسه به یک انسان که یک انسان دستگیری کرده. حدیث امام بخاری است، حضرت عبدالله ابن عمر روایت میکنه که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمود المسلم و اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است، لا یظلمه ولا یسلمه. مادام که برادر شای در حق یارم برادر اسلامیش ظلم نمیکنه. ولا یسلمه ای لا یترکه مع من یعاذه من اعدائه، حتی اگر بینه که به هم برادر مسلمانش یگان زیان و ضرر رسیده است، دشمنو آزارش داده است، به خاطر هم برادر میخیزه در پهلوش میسته، نمیگذاره که دیگرها آزارش بتن. انا ایره اسلام و مسلمانی میگن. من کان فی حاجت اخیه کان الله تعالی فی حاجته. کسی یک حاجت برادر مسلمانی خودش میبره در حالت تنگی و مشکلی، خداوند بزرگ میگه حاجتای ایره روا میکنه. خدای کارساز، حاجت برار. و من فرج عن مسلم کربتا فرج الله عنه کربتا من کربات یوم القیامه. کسی یک غم و مصیبتی برادر به خرسندی مبدل میگردونه، یک برادر کمک میکنه، دستگیری میکنه، خداوند فردا روز قیامت انم غم و مصیبت های روز قیامت چه به خشی و به خرسندی مبدل میکنه، دوزخش به جنت مبدل میکنه. و من ستر مسلما ستره الله تعالی. کسی یک مسلمان را ستر میکنه، شاید جستجوش میکنن پنهانش میکنن، عیبکاش آشکار نمیکنه، خدای تعالی میگه فردا روز قیامت گناههای بنده را ستر میکنه. الله اکبر. این بچه همین رسوگی و روسیاییش دست که همسایه ای همسایه میترسه که این خونه سوخته بزای، ملا ای ملا میترسه که این خونه سوخته بزای، حاجی ای حاجی میترسه که این خونه سوخته بزای. دیگه اعتماد نمونده است، باوری نمونده است. و همین جور و ظلم نیست. ای چیه خوشحال به حال کسی که در وقت زنده بودنش هم کسی را در پیشش گفتی بگه خدا نگهبانش باشه، مردی خدا ای، مردی مسلمان ای. ولی هم بهادر یک عجیب سخنی گفت مسلمانم، همه آدم مسلمان بود. خیلی گفت به خدا قسم، یعنی آدمی با انصاف بود، آدمی خدا ترس بود، آدمی بود که حق دیگران را چشم علا نمیکرد، آدمی بود که سعی میکرد ظلم زیانش به دیگران نرسه. و بعد اگر مرده باشم میگن خدا رحمتش کنه که هم مردک بود. حقیقتا هیگید بدست مردک بدست. اما کسی همین صفات را داشته باشه بشارت پیامبر صلی الله علیه و سلم است، داخل جنت میگرد. سبحان الله. ببینید حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم او پیغمبر خدا جامعه علوم ظاهر و باطن. وقتی صحابی گفت که یا رسول الله این هذا اليوم فی الناس لکثیر، این کار مشکل نبوده است، همه این کار میتونن، امروز در بین جامعه زیاد این کار دیده میشود. حضرت گفت فسیکون فی قرون بعدی، این در قرن عصرهای بعدی من میشود. شاید همین قرن عصرهای ما را در نظر داشته باشد. اما که بیاییم سعی کنیم که طرز ما زندگی و رفتار داشته باشیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از ما خوشنود بگردد، طرز زندگی و رفتار داشته باشیم که انشاءالله طبق بشارت پیامبر صلی الله علیه و سلم فردا روز قیامت خداوند متعال با وجود آنکه کمبودی و نقصان زیاد داریم داخل جنت ما بگرداند. پروردگار محفل خیر مبارک بگردان. واقعا امروز یک محفل سنتی برگزار شده است. پروردگار فرزند این خاندان بخت اقبال بده، بینش بین شوهرش، بین شوهر شوندش الفت و مودت محبت اسلامی را برقرار بساز. خداوند از دامانش فرزندای خوب صالح عالم قاری و محب به دنیا بیار. پروردگار بلا و آفات و ویروسا را از ملک نازنین ما دور گردان. خداوند در این مساجد برامون باز کن تا با جماعات در خانه های بزرگ نماز ادا کنیم، تا برکت در ملک سرزمین ما زیاد شود.
خداوند شرکت کنندگان این محفل خیر از جمیع بلا و گزند و حفظ کن. به همه خیر روزای سعادت و خوشبختی، روزی توی ازدواج فرزنده و نبیروهاش رو برسان. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. آمین. از شفاعت آن حضرت صلی الله علیه و سلم برخوردار و بونصیب گردان. بعدا برسون به ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، جمیع روح ارواحی که از صاحبای طعام، از شرکت کنندگان این محفل خیر امید دعا دارند. خاصتا به ارواح گذشته های بابای حاجی، پروردگار رو رحمت و مغفرت شان کن. انشالله در عالم برزخ روحشان از اعمال نیکی فرزنده و نبیرها شاد و مسرور است. زیرا هر عملی که فرزند انسان میکند در عالم برزخ نزد خویش اقرباش اعلان میگردد. اگر عملی خیر و نیک باشد بسیار بریده و بسیار خوشحال میشود. خدا کنه که همیشه ارواح گذشته هامو که امید دعا دارند از ما، از عملهای ما، از رفتار و کردار و زندگی ما، روحشان در عالم برزخ بریده باشد. پروردگار و فیض برکات خیرات و حسنات خویش را در این محفل، در این منزل، در این محله و دیار، در خاندان برادرای دست به دعا برداشتن نازل فرما. پروردگار این خواهرچه ما را بخت اقبال بده. خداوند برکت در زندگیش عنایت فرما. فرزندای خوب صالح و عالم قاری و محب از دامانش به دنیا بیار. پروردگار را امید به رحمت شفقتی تو داریم. توی های نکاحی را که الحمدلله مثل محفل امروزه ما به سنت دستور حبیب محمد صلی الله علیه و سلم برگزار میگردند، سبب ریشه‌کن شدن فسق و فساد و حرام و زنا در جامعه قرار ده. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین.